نگاه کنین برادرای عزیز که این حالت نگاه کنین نظر کنین. ما در همین اینترنت یافتم هم چیزا مثال چگونه اینجا برادر تاجیک شهر داده سای سگ همین را دیدم. یا چی دیدم زده برای گفتم خواستم ویدیو کنم شما را گپ زدم همین چیزا ان شاء الله به حد نور و الله نور میشوه. برای برادر عزیز подписаться کنین کانال ما ان شاء الله ابونه لایک پاتین دکمن короче انا در دوشنبه نوار گرفته یک برادر دیدین که چگونه سگ یک پرنده را بگیم کنده گور کرده است. همین حالت که نظر کردم سوره مائده آیت 27 تا 31 32 را قصه حضرت آدم علیه السلام و فرزندای او قابیل و هابیل در یادم زده. الله سبحانه و تعالی بیانشون میکنه اونجا میگه وقتی که قابیل هابیل به قتل رسون از روی زن شده میکارو ببینید زنورا ایروی زن شده میکار بگیم قابیل هابیل کشت به قتل رسون ندونیست ویتو که چیکار کنه همین قابیل. الله سبحانه و تعالی در همین آیت بیان میکنه پرنده یک زاغ بگیم یک زاغ روان میکنه یک زاغ دیگر زاغ بگیم میکنه اونجا گورش میکنه. قابیل این حالت که نظر که میکنه میبینه میگه بیست میگه باید من همین برادر من همین خیلی کنم دم اصلا بکنم و تای زمینش کنم گورش کنم از همون چین بعد همین خیلی انشاءالله اساسا اومدگی همین خیلی باسا ما تای خاک میشیم ده همین حالت دیدم همین چیز دیدم زد. نگاه کنید برادر عزیز یک چیز دیگهش اینترستینگیش در چیه که کدومی که در روی دنیا آدم کشی میکنه پاشو بزرگ کدام آدم کشی میکنه کسا میکشه کو همین گناه همین در همون میره و باور میکنین این همین خیلی گناهش در همون میره و مثال کام یک برادرش کش یک آدم کشت گناهش در قابیل میره و شما باور میکنین دین میگه ایره دین اسلام انا اکه کدامی که بازی نمی کنکورس کیوزی گذرانده استن مردم در تاجیکستان دیدیسه نه همه کنکورس گذرانده سای وای کدیسه همین کنکورس کیا ورد با گفتی شما در تاجیکستان کنکورس نبود هیچ که خیلی کنکورس روزگارش ماشین نمیکرد کیا ورد همین چیزا ایره برادتیجی میگن که تا مظفر که مظفر ایره همه که مظفر خاناباد همیره ای گرمانیا یکم بار همو گذران همین بازی همو آورد همین بازی همین چیزا همو آورد تشکیل کرد دیگر آدما هزینه کنکورس کنجا بازیگر شدن فهمیدی انا اکای مظفر که تو وقتی که هستی و نیستیم انا میکومی کنکورس میکنه کومی را فریب میکنه کومی مثلا می قیمه را میزنه بعد بدن دم نه بدن دم ای دنیا گذشتن دم انا می گناه تا روز قیامت داخلت میره و ایره فراموش نکن کومی یک کاری بعد میوره میکنه دیگه آدم‌ها پس میکنن این گناه در آدم میره چگونه که ما در حدیث دیگر گفته بودیم صحیح مسلم در روایت میکنه خطا نکنم اگر ابو هریره روایت میکنه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن که مثلا وقتی که انسانیت از دنیا میگذره همه بندها کنده میشه سه بند گفتیم کنده نمیشه همین من نظر کردم که سه بند کنده نمیشه چیزا مثال کدامی که مسجد ساخت راه ساخت او ساخت مثلا ثوابش بعد مردنش رفتن میگیره کم یک فرزند صالح همون دعا میکنه داخش او کمی که مثال عالم بود و چونی بود مثال شاگرداش این همین گناه هم خیلی خدای مهربان هم ما را در زمان خودش نگه داره پدیدی سکنه و منشه فکراتون در کامنت بنویسین دشتم نکنید برادر عزیز دشتم کردن اما کار دیگه ویدیو میکنم که چه گناهی وازبینی از دشتم کردن دهاناتون زباناتون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه نگاه دارین فردا روز قیامت ما شما را وارد جنت میتونم گارانتی میتونم پیامبر ما که زبان و شرمگاه تا نگه دار ما روز قیامت ان شاء الله داخل جنت میکنم. سلام علیکم.